راز ضربات کاشته مسی لو رفت. پژوهشگران و دانشمندان ورزشی مطالعات خیلی زیادی روی ضربات کاشته مسی انجام دادن و به چند تا راز شوکه کننده رسیدن. اول اینکه مسی هنگام ضربه زدن پای تکیه‌گاه خودش رو کامل میچرخونه، جوری که انگار قرار مچ پاش بشکنه. این باعث میشه بدنش یه قوس خیلی زیاد پیدا کنه و بتونه کات زیادی رو به توپ بده. برای همین کاتی که توی ضربات کاشته مسی هست، توی ضربات کاشته هیچ فوتبالیست دیگه پیدا نمی‌کنی. نکته دیگه اینه که مسی هنگام ضربات کاشته زدن کلا نفس خودش رو حبس میکنه، درست مثل یک تک تیرانداز حرفه‌ای. برای همین لرزش بدنش به صفر میرسه و میتونه دقیق توپ خودش رو شلیک کنه. مسی دقیقاً 2 ثانیه قبل از زدن ضربات کاشته‌اش برای آخرین بار به دروازه نگاه میکنه تا بتونه یه تصویر مناسب از موقعیت دروازه تو ذهنش ثبت کنه تا توپو درست به زاویه مناسب شلیک کنه. همچنین اون دقیقاً به نقطه‌ای از توپ ضربه میزنه که بتونه اثر مگنوس توی توپ ایجاد کنه. برای همین توپای مسی وقتی به دروازه نزدیک میشن یه دفعه زاویه‌شون تغییر میکنه و وارد دروازه میشن. برای ایجاد اثر مگنوس شما باید به نقطه‌ای از توپ ضربه بزنید که فشار داخلی توپ نسبت به فشار خارجیش زیادتر بشه و توپ وقتی روی هوا هست یه دفعه این اختلاف فشار به توپ غلبه میکنه و باعث میشه یه نیروی خارجی توپو به سمت دروازه هل بده. برای همینه که توپای مسی وقتی به دروازه نزدیک میشن یه دفعه زاویه‌شون عوض میشه و وارد دروازه میشن و یه جورایی گرفتنشون برای دروازه‌بان غیر ممکنه. گواردیولا توی خاطراتش میگه زمانی که تازه به باشگاه بارسلونا اومده بودم، بعد از تمرین وقتی همه بازیکن‌ها میرفتن خونه، مسی تا ساعت‌ها میموند و ضربات کاشته تمرین میکرد. هیچ دستاوردی بدون تلاش به دست نمیاد. حالا به نظرتون بهترین کاشته زن تاریخ فوتبال کیه؟ تو کامنت‌ها بنویسید.